سلام، اینجا میدویم. سلام، هیله هستم. خوش اومدید به میدویم. مهمون امروز ما خانم ترمه ابریشمی دونده. خیلی خوش اومدید خانم ابریشمی. سلام، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. افتخار دارید اومدید. از علی آقا خواستیم بیاد، علی آقا نه اونجا بای بای میکنه. خلاصه همسرشون هم حالا یا دونده است یا به قول شما که دونده هستید بگید من دونده. چی میگید؟ من دونده نیستم، دویدن رو دوست دارم. ولی دونده در حقیقت آخه دونده بودن خیلی شرایط داره به نظر من. اینی که تو همه زندگی تو فکر و ذکرت باشه دویدن. من میدوام چون لذت میبرم از دویدن، میدوام چون که محیطشو دوست دارم، میدوام چون که میرم توی عالم دیگه، میدوام چون تو اون تایمی که میدوام تایم خودمه. چون تو ماراتون ها که خوب دویدی من دیدم. بله خیلی خوب. آخه من اصلا نمیتونستم بدوم. من اصلا کلا از بچگی از دویدن بدم میومد. حتی مدرسه هم که میرفتیم این 100 مترایی که تو حیاط ازمون امتحان ورزش میگرفتن، مامانم میومدن میگفتن دختر من فقط دراز نشست بره، نه دوونش پهلوش درد میگیره. مثلا کلا فراری بودم. آره. بعد علی شروع کرد با علی میدوید. خب باشگاه میرفت میدوید. که دو دفعه به من گفت بیا بریم باشگاه انقلاب شروع کنیم میدوید. اون مثلا 100 متر میدویدم، بقیه‌اشو راه میرفتم. ببخشید این برمیگرده به چه موقعی؟ چند سالتون بود؟ 11-12 سال پیش. آره مثلا پسر بزرگم، من 2 تا پسر دارم، یه 17 سال و نیمه، یه 10 سال و نیمه. پسر بزرگم دیگه فکر کنم نزدیک رفتن مدرسهش بود، 5-6 سالش بود که من دیگه فارغ شده بودم، مهد کودک میرفت و یه مقدار فارغ شده بودم. عصرا با علی میرفتم، اون میدوید، من مثلا 100 متر راه میرفتم، بقیه‌اشو مثلا 100 متر میدویدم، بقیه‌اشو راه میرفتم. بعد گفتم خب بذار منم شروع کنم ببینم میتونم مثلا پهلوم درد نگیره. بعد چون مامانم هم دوست داشتن، من مامانم فوت کردن و خب همیشه دوست داشتن که من یه ورزشی و تنیس میرفتم، اسکی میرفتم، ولی خب همه رو هی نصف نیمه ول میکردم. گفتم بذار ببینم میتونم. شروع کردم به دویدن، مثلا همین 100 متر اضافه شد تا اینکه شاید بگم بعد از 1 سال تونستم یه دور باشگاه انقلابو بزنم. بعد دیگه اون موقع پسر کوچیکمو باردار شده بودم، میرفتم راه میرفتم دیگه نمیدویدم. بعد که زایمان کردم، اون پسرم رفت کلاس اول، من با کالسکه موقعی که هوا خوب بود اون میذاشتم، کوچیکر میذاشتم توی کالسکه و میرفتم سرپایینی‌ها رو با کالسکه میدویدم، سربالایی‌ها رو هول میدادمش. اتفاقا اون موقع داوود جون و ماندانا جون منو میدیدن، همیشه ماندانا جون میگفتن، ما گفتیم این خانومه بچهش به دنیا اومد، چون موقعی هم که پیاده روی میکردم منو میدیدن. بله، تا اینکه سورن یه ذره بزرگتر شد، گذاشتمش مهد کودک و دوباره اومدم شروع کنم به دویدن. بعد یه عمل کوچیکی روی پام داشتم، استخوان بغل پام، باز اونو که عمل کردم یه 6-7 ماه وقفه افتاد. گفتم خب باشه دوباره شروع میکنم به دویدن. زمستون 96 بود میدویدم دیگه، مثلا شاید 2 دور 3 دور باشگاه انقلاب و دیگه میتونستم بودم. الان نه خیلی تند ولی توانشو داشتم از نظر ذهنی بیشتر. که رفتم اسکی، تو اسکی پرت شدم، ACL هم پاره شد دیگه. آره یه سالی هم درگیر اون بودم، ولی باز بعد از 1 سال گفتم که من بازم باید بدوم. بعد در این وسط اصلا بدنسازی و اینا هم کار نمی‌کردم، اصلا نمیدونستم که این چیزا اصلا 2 مربی میخواد. تعجب می‌کردم مثلا آقای کریمی، جواد کریمی مربی 2 بودن، داوود جون بودن، اینا همه خب خیلی واسم جالب بود که مثلا مربی هستن. خب خانم مینا، اینا همه شاگردای خیلی خوبشون بودن دیگه. منم تماشاشون میکردم، خب خیلی دوست داشتم، لذت میبردم از دویدنشون. تا اینکه علی یه دفعه من گفت من میخوام مربی 2 بگیرم، تو برو با یه فلان آدمی صحبت کن. منم با یک از دوستام که استاد دانشگاه بودن رفتم، که ایشون استاد اون آقا بودن، رفتم با ایشون صحبت کردم و ایشون گفتن که من تماس میگیرم خدمت همسرتون که اگه خواستن اونجا خانم شبنم نوبهار همکار دوست من بودن توی دانشگاه، ایشون هم استاد دانشگاه بودن. اونجا خب با هم سلام علیک کردن و با هم یه ذره صحبت کردن و من فرداش اومدم باشگاه انقلاب. این میشه سال 98 99 الان چند ساله؟ سال 1403.
خب میشه 4 سال و نیم پیش میشه 98. آره 8. موقعی که کرونا شروع شده بود، یعنی اسفند 98 کرونا شروع شد، درسته؟ این اتفاق توی مرداد 99 بود، زمان کرونا بود. بعد اومدم باشگاه انقلاب دیدم که خانم نوبهار باشگاه انقلاب دارن میدوئن. خب خیلی خوشم اومده بود ازشون، دیده بودمشون. فرداش دوباره دیدمشون. پس فرداش دیدمشون، دیگه دلم طاقت نبود. رفتم باشون صحبت کردم، گفتم که شما میدوئین، مربی هستین؟ گفتن که بله، چون میدونستم مربی بدنساز هستن، 1-2 تا شاگردم دارن. گفتم من میتونم بیام با شما شروع کنم به دویدن؟ اصلا فکرشو نداشتم و یهو انگار که دلم خواست. بعد گفتن که خب باشه. یک شنبه بود، گفتن 3 شنبه ساعت 6:30 سر جاده باش. تاریخش هم 21 مرداد سال 99. آره برای اینکه خب مثلا نقطه عطف، یکی از شاید نقطه‌های عطف زندگی من همون روز بود. بعد اومدم و ایشون به من گفتن که خب الان یه 8 کیلومتر بدو. منم 8 کیلومتر دویدم. گفتن خب باشه برو، فردا ساعت 6:30 صبح اینجا باش. گفتم باشه چشم. فرداش رفتم، خودشون شاگرد داشتن، شاگرد بدنسازی هم داشتن، چون بدنسازی 2 هم کار میکردن. بعد گفتن که 10 تا 400 برو. منم خب اصلا نمیتونستم باید ساعت بزنم. من این ساعتم نگاه میکنم 400 متر شد، خب وای برمیگشتم استراحتش میکنم، دوباره 400 متر میرفتم. اومدم گفتم 10 تا 400 رفتم. چهارشنبه بود. گفتن که فردا ما میخوایم بریم دریاچه چیتگر، اگر که دوست داری ساعت 7:30 صبح اونجا باش. منم گفتم که خب باشه. اومدم به علی گفتم که من میخوام برم. بعد علی گفتش که خب باشه برو. گروهن؟ گفتم نمیدونم، اصلا هیچی نمیدونم، واقعا هیچی نمیدونم. ساعت 7:30 صبح رفتم. اصلا دریاچه چیتگر تا حالا نرفتم، باملند تا حالا نرفته بودم. یه ذره با ترس و لرز رفتم و بعد خب یه گروهی بودن اومدن، خانم نوبهار هم اومدن، همسرشون هم بودن. به من گفتن که 10 کیلومتر بدو. منم گفتم که چشم. 10 تا دویدم. با آخر سر گفتن خب چقدر شد؟ استراوا زدم 5:08 شد. بعد گفتن که آره، گفتن که خب شنبه هم بیا. دیگه فکر کنم موقع دیگه آره تو 5:08 میگم من اصلا نمیدونستم که دویدن چیه. اصلا مثلا میرفتم باشگاه انقلاب قبل از این که این کارو بکنم مثلا 16 کیلومتر 17 کیلومتر میدویدم. مثلا دیگه شده بود زیر 6 میتونستم بدوم، میتونستم نگه دارم پیسمو زیر 6. ولی واقعا یه اپل واچ داشتم، فقط همین رو نگاه میکردم، چون یکی از دوستام که مربی بدنسازی بود میگفت مثلا این پیس، این ضربان قلبت، در این حد اطلاعات داشتم. بعد علی به من گفتش که با مربیت صحبت کن، اصلا من اون مربی رو کنسل کنم، منم بیام با شما. روز یک شنبه بود. رفتم به خانم نوبهار گفتم که من همسرم هم میخواد بیاد. گفتش که خب باشه بیاد، 3 شنبه بیاد. چه خوب جزئیات. من اصلا کلا نقطه عطف زندگیشون بوده دیگه. بله اصلا من اصلا گریم میگیره. من هر سال اون روزی که شروع کردم و با شبنم سالگرد میگیرم، برای اینکه خیلی واسم عزیزه، هم خودش هم همسرش. بعد 28 مرداد علی هم اومد، روز تولد شبنم بود. دویدیم و رفتیم کیک تولدم فوت کرد. اصلا من دیگه اصلا انگار که من یه جزئی از زندگیم شده بود. این آدم جزئی از زندگی من شده بود. و همینطوری شروع شد. رفتیم یه دور چیتگر دویدیم، مثلا چیتگر 14 کیلومتر دویدم، 5:16. اصلا یه چیزایی که خودم مثلا میگم تو خودم نمیدیدم که میتونم، ولی خب به من گفت که به من یاد داد که تو میتونی. همینطوری بی صدا میدونین منو رشد داد انگار. شما هم توانمندیشو داشتی به هر حال. من توان بدنیشو حالا داشتم، ولی خب یه مقدار من فکر می‌کنم من یه ذهن جنگجویی دارم. یه خانومی هستن که من فیزیوتراپی موهای میرم پلوشون، به من میگن تو منو یاد شوالیه‌های زن میندازی که تا جایی که میتونی میجنگی. و من فکر می‌کنم که تا توان آخر. بعد ما کرونا گرفتیم، من علی و بچه‌ها. 1 ماهی هم درگیر کرونا بودیم تا اینکه بالاخره مهر 99 من به طور رسمی با خانم شبنم نوبهار شروع کردم به دویدن. با چه چالشایی؟ یه پسر داشتم کلاس 7 بود، علامه هلی قبول شده بود، آنلاین بود، شروع سن بلوغش بود. یه پسر دیگه داشتم که میخواست بره کلاس اول آنلاین.
و اصلا همه چی خیلی سخت بود دیگه، هندل کردنشون خیلی سخت بود. ولی آنلاینی بعد تو خونه می‌بودن. آره دیگه مجازی کلاس اولی که هیچی بلد نبود، یعنی سواد نداشت، اصلا خوندن و نوشتن که بلد نبود. خب پسر بزرگم واقعا برای من یه کمکه و یه نعمته. اون صبح بلند میشد کلاس برادرشو، من میرفتم صبحونه‌شون رو میذاشتم میرفتم، اون بلند میشد کلاس برادرشو حاضر میکرد، اونو بیدار میکرد، میشوندش سر کلاس، بعد خودش میشه سر کلاس، تا اینکه بالاخره زندگی به روال افتاد و اونام عادت کردن. یعنی اصلا شد دیگه دویدن شد بخشی از زندگی ما. و خب برای روابط بین من و علی دویدن شد یه نقطه مشترک خیلی 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 مهمی که صبح با هم میرفتیم، با هم صبحانه میخورد. شاید قبلش اینطوری نبود، اون من میرفتم یه موقع میدویدم، علی خواب بود، من درگیر بچه‌ها بودم، صبحانه اصلا هیچ. ولی این شد خیلی خب روابط ما رو خیلی 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 نزدیکتر کرد. دوستامون مشترک شدن و خب خانواده‌مون احساس میکنم که خیلی تغییر کرد. بچه‌ها اول گارد داشتن، خیلی کوچولو بودن که آره، ولی خب گارد داشتن دیگه چون ما نبودیم. الان اگر نریم بدویم برای هر دوشون سواله که چرا شما نرفتیم بدوید؟ بچه‌ها نمیدونن الان. پسر کوچیکم میرفت پیش آقای موسوی، ولی خب یه ذره سخت بود واسش دیگه، یه ذره کوچیک بود و بله. بزرگ ورزش میکنه، بدنسازی بیشتر دوست داره، ولی خب من احساس میکنم بعدش نمیاد چون گارد داشته، هنوز سر حرفش هستش که آره. ولی اون دفعه اومد گفت مامان من تو مدرسه از همه بهتر میدوام. گفتم خب از ژنشو داری. کوچیکم هم فوتبال خب بازی میکنه، بسکت بازی میکنه و خب چابکیش خوبه الان. حالا انشالله یه ذره عقل رستر بشن خودشون میان میدوام. پس با هم میرید صبح شب نمو؟ بله. یاسین یا پریسان؟ ما بیشتر الان باشگاه انقلابیم، به خصوص زمستونا که هوا خیلی آلوده میشه، باشگاه انقلاب با صبحای زود هواش بهتره. اول مسابقه رسمیتون کی بوده؟ مثلا مسابقه نه، مثلا من آدم رقابتی نیستم، کلا رقابت انگاری که تو مدرسه‌ام سر درس و اینا هر چی رقابت اگر که بود استراب میگرفتم و سعی میکردم که کنار بکشم که رقابت نکنم. دوست داشت کمالگرا هستم، ولی این که از کسی عقب بمونم و اینها خب مقایسه نمی‌کردین در آره. به خاطر همین همیشه سعی می‌کردم تو هیچ مسابقه‌ای شرکت نکنم، تا اینکه شبنم شوخی منو وارد چالش کاپادوکیا کرد. چند کیلومتر؟ 64 کیلومتر رو رفتم و توی رد سنیم 4م شدم. و میگم اصلا شبنم یه کارایی با من کرد و انقدر این خانوم به نظر من الهام بخش هستش و انقدر حامیه و یه شخصیت کاریزماتیک داره. سخت باید پیگیری کنیم با بهار بیاد. کاپادوکیا رو تعریف کن، اصلا چی بود چی شد؟ کاپادوکیا اصلا من هیچ فرضی از هیچ مسابقه‌ای که نداشتم، به خصوص حالا کاپا که مسابقه تریل بود. علی 38 رو شرکت کرد با خود شبنم و بقیه بچه‌های تیم. من و محمد همسر شبنم که حالا به هر حال ایشونم هم حامی شبنم هست هم حامی تیم، یعنی واقعا بچه‌هامون بهش میگن رئیس، واقعا مثل رئیس تیم میمونن. من با ایشون 64 رو شرکت کردم. چه احساسی داشتی خط پایان تمام کردی؟ اصلا باورم نمیشد. کیلومتر 2-3 کیلومتر آخر بود، داشتیم میرسیدیم به یه خانومی. بعد گفتم محمد شمارش چه رنگیه؟ چون اونایی که 64 میدویدن شمارهشون نارنجی بود، اونایی که 38 میدویدن بنفش بود، اونایی که 120 میدویدن آبی بود. گفتم محمد شمارش چه رنگیه؟ شمارش چه رنگیه؟ گفتش که نارنجیه. گفتم بودو بزنیم ازش. و خط پایان دوتایی با هم دستای همدیگر رو گرفتیم و از خط پایان رد شدیم. همیشه میگه گفت امروز میری صحبت میکنی بگو که علی میمونه و حوزش. من و محمد همیشه تو هر جا تمرینای طولانی مونم که هستیم همیشه دوتایی آخر سر ما دوتا با هم تموم میکنیم، هم پای همین. توی حرفاتون که داشتید صحبت میکردید البته اون موقع به دویدن ارتباطی نداشت بخشیش، دوچار مسئولیت هایی بودید که به حال باعث میشد که شما ورزشتون رو یه مدتی ترک کنید.
و بعدش هم احتمالاً مسئولیتایی داشتید چون گفتید فیزیوتراپی میرفتید. این که مربی چقدر کمک میکنه تو این تاثیرگذار خواهد بود و اینکه خب وقتی مصدوم میشین چه کار میکنین، چه اثری توی زندگیتون داره؟ خدا رو شکر من مصدومیت جدی تا حالا نداشتم. بعد از هم مسابقه کاپادوکیا یه دردی روی استخوان پای چپم داشتم که مشکوک شدم به استرس فرکچرز. خدا رو شکر نبود، ولی خب یه چیزی که هست مربی بودن، مربی دو بودن فقط این نیستش که شما دویدن بلد باشید. به نظر من اصلا هر مربی باید فیزیولوژی بدن بلد باشه، یعنی باید بدن رو بشناسه، بدونه که اگر که مثلا تو زانوت درد میگیره، این درد ممکنه از گرفتگی کشالت باشه یا گرفتگی عضله دوقلوت باشه. خب شبنم چون فیزیولوژی ورزشی خونده و استاد دانشگاه بوده و خب خیلی در این مورد تحقیق کرده، هنوزم که هنوز یه سری کلاس‌های آنلاین شرکت میکنه که برای خاطر اینکه به روز باشه بدن بچه‌ها رو خیلی خوب میشناسه. ما تا حالا مصدوم جدی واقعا این که بخواد به خاطر دویدن بذاره کنار، حالا یه سری مشکلات برای همه ممکنه پیش بیاد، ولی این که بخواد بذاره کنار یا یه مدت طولانی ندوه نداشتیم، به خاطر همین آگاهی که از بدن داره. به محض این که کوچکترین دردی بیاد شده تو صندوق عقب ماشین منو میخوابوند، پای منو باز میکرد که ببینه مثلا دوقلوم گرفته یا مثلا عضله رونم گرفته، یا مثلا بچه‌ها هنوزم که هنوزه میگن اینجامون درد میکنه، میگه ببینم من دست بزنم ببینم کجا گرفته. بعد خب خودش یه فیزیوتراپای امینی رو میشناسه که الکی نمیبرن و بیارنت، میگه خب برید پیش این خانوم یا پیش این آقا درمان رو شروع کنین. من خب میگم بعد از کاپادوکیا یه 3-4 هفته‌ای حالا به هر حال یه مشکلات دیگه‌ای هم برام پیش اومده بود، همه چی دست به دست هم داد، یه 3-4 هفته‌ای از ندویدم. چه سالی؟ سال 1400 بود. آره آذر ماه 1400 بود، آبان آذر بود که آبان بود. 3-4 هفته ندویدم و خب خیلی اذیت بودم، چون که اصلا من بعد از این که من توی اسکی افتادم پرت شدم 2 ماه بدرس بودم، چون کشککم له شده بود اول قبل از اینکه بخوام عمل کنم. اون 2 ماه خیلی خیلی از نظر روحی به هم ریخته بودم. بچه‌هام کوچیک‌تر بودن، اصلا تو خونه بودم همش، منی که همه کارهای رفت آمد اینا رو میکردم، میبردم میآوردم، اینا اصلا احساس معلولیت بهم دست داده بود. خب از نظر روحی خیلی به هم ریخته بودم. ترسیدم بعد از این اتفاقی که واسم افتاد، که خدا رو شکر اصلا چیز مهمی هم نبود و یه مثل حالت گرفتگی بود، بعد از 2-3 هفته برطرف شد. ولی بعد از اونم الان یه دردی رو دارم، چون من یه بیماری مثلا ژنتیکی دارم، روماتیسم مفصلی دارم و خب این التهاب مفصل یه موقع‌هایی یه دردایی رو برای من میاره. الانم خب دوچار یه دردی توی لگنم بودم به همین خاطر بعد از تمرینای ماراتونی که داشتم، ولی خب باز با برنامه‌ریزی شبنم و فیزیوتراپی که میرم پلوش خدا رو شکر ردش کردم دیگه. میتونم بودم و امروز خیلی راحت تونستم بدون درد بودم. بهترین خاطره که از دویدن دارین؟ مثلا لحظه خاصی که به یاد میارینش حالتون عوض میشه، احساس هیجان یا خوبه که بخوای انتخابش کنی؟ چون میدونم بعد از هر ماراتون حالت نه فرانکفورت بود پارسال، مسابقه فرانکفورت بود که خب خیلی زحمت کشیده بودم، تمرینام خیلی سخت بود. از مرداد ماه شروع شده بود تمرینم، 16 هفته توی تمرین بودیم و سر خط مسابقه شبنم اومد پلو من وایساد، به من گفتش که برو، هر چیزی که میخوای و برو، نگاه به عقبت نکن، منتظر کسی نشو، کار خودتو بکن، برو. بعد مسابقه ماراتون فرانکفورت خب دومین باری بود که من یه دور برلین رو شرکت کرده بودم و تجربه برلین هم داری؟ 2 دفعه. برلین خب یه مسابقه خیلی فلت و خوبیه. برلین میترسیدم،
اصلا برلین اولی که رفتم میترسیدم که تموم نکنم، همش میگفتم من تموم میکنم، هی با خودم هیچ وقت تو مسابقه اصلا به خودم فشار نیاوردم، از اول تا آخرش سعی کردم که سرعتم یکسان باشه که بتونم تا آخرش رو تموم کنم. ولی فرانکفورت میگم به من اینو گفتش که برو، تو میتونی، ذهنت قویه، بدنت قویه، الان آماده ای، برو. خب من اصلا نمیدونستم روت اونجا چجوریه. 10 کیلومتر اول خب میدونستم یه مقدار شیب داره، گفتم خب بعد از 10 کیلومتر احتمالاً کم میشه. تمام 42 کیلومتر رو 300 400 شیب بود. حالا نه که شیب خیلی زیاد، ولی یه شیبی داشت. و از هوا نگم براتون، بارون رو دیدیم، تگرگ رو دیدیم، باد رو دیدیم، طوفان رو دیدیم. اصلا وقتی که مسابقه تموم شده بود من رفتم به اورژانس، گفتم من سردمه، واقعا میلرزیدم. ولی تجربه یونیکی بود فکر کنم. خیلی خیلی تجربه خاصی بود و من از خودم انتظار نداشتم که بتونم توی 3 ساعت و 1 دقیقه تموم کنم مسابقه رو. یعنی عالی بود توش. آره با تو اون شرایط واقعا برام یه چیز غیر قابل باوری بود. و موقعی که توی سالن تموم میشد، موقعی که اومدم توی سالن خب جمعیت خیلی زیادی بود و میشنیدم صدای 2 نفر 3 نفر از دوستامون، یکیشون که حالا شب نبود خودش اومده بود بیرون از مسابقه چون مریض بود و من مریض بودم. روز قبلش گفتم شبنم من ندوام، من سرما خوردم. گفتش که نه یه نوروبیون میزنم برات. یه نوروبیون برام زد، خودش هم دست به کار. من یه نوروبیون صبحش دوباره دماغم کیپ، گفتم من نفس نمیتونم بکشم. گفت یه دگزا میزنی. دگزام زدم و آخر خط مسابقه وقتی که رد کردم اومد جلوم، گفت تو واقعا یه جونوری هستی دختر. و واقعا اون لحظه برام خیلی قشنگترین لحظه‌ای بود که توی این هم مدت دویدن، چون از خودم انتظار اینو نداشتم و فکر نمی‌کردم که انقدر خوب بتونم. برای خودم خیلی خوب بود. 301 پیارتون بوده دیگه، درسته؟ بله پیار ماراتونم بوده. آره. خب پلنی دارید که بیاد زیر 3 ساعت؟ خب دوست دارم من تا جایی که بتونم، تا روزی که بتونم بدوم، دوست دارم که ماراتون بدوم. اصلا هم دونده نه 10 کیلومترم نه هاف ماراتون، چون اونقدر توی تمرینای سرعتی آدم موفقی میترسم، همیشه از سرعت میترسم. ولی دوست دارم تا اونجایی که میتونم ماراتون بدوم. حالا با خانم دکتر نوری، ماندانا نوری، به نظر من ایشون هم باید حتما دعوت کنین. ایشون قهرمان ایرانن، هم از نظر ورزشی هم از نظر اخلاقی. همین که ایشون هم یه داستان خیلی زیبایی هست پشت دویدنشون. با ایشون هم خیلی 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 همیشه به من انرژی دادن، چون از یه طریق بچه هامون با هم دوست شدیم و خب با هم میشستیم صحبت میکردیم. همیشه ماندانا جونم به من میگفتن که تو میتونی، تو باید بتونی. و من میگم تا وقتی که بتونم، تا وقتی که در توانم باشه دوست دارم بدم. حالا اگه بیاد بهتر بشه که چه بهتر، من تلاشمو میکنم. امسال برلینم دویدم ولی خب نتونستم، یعنی به خاطر دردی که داشتم از عید اون دردو داشتم، ولی خب بازم تلاشمو کردم. 3:05 تموم کردم امسال. با دویدن از چه بحران‌هایی عبور کردی؟ خب یه سری چالش توی زندگی زناشوییمون داشتیم که خب اونا به هر حال خیلی 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 با دویدن راحت شد. مثلا انگار دیدیم یه سنگی رو برمی‌دارن از جلوی راه آب. خب این یکیش بود. بعد غمامو خیلی خیلی وقتی که میدوم اون چیزایی که غمایی که توی زندگی داشتم فراموش میکنم. بعد به هر حال من یه مادر 2 پسر بچه‌ای که شیطنت‌های خودشونو دارن. وقتی که میرم میدوام، خب من صبحونه‌شون رو حاضر میکنم، حالا هر روز یه تنوعی داره. بعد میرم، ولی اون 1 ساعت 2 ساعتی که میدوام مال خودمه. یعنی میدونین سعی میکنم وقتی امتحان دارن وقتی امتحان دارم همش دارم به امتحاناشون فکر میکنم که خدا کنه امتحانشو خوب بده. ولی وقتی که میدوام رهام
میدونین یه حس رهایی که ترم این 2 ساعت مال خودته، مختص خودته، فقط خودتی و خودت. بعد با خودم حرف میزنم، میدونین تو ذهنم توی ماراتونم مثلا میگم خب 5 کیلومتر با این حرف، 5 کیلومتر برای این میدوام، 5 کیلومتر با این حرف میزنم. مثلا تو ذهنم آره همیشه تقسیم بندی میکنم. 5 کیلومتر اول با مامانم حرف میزنم. همیشه تو 3 تا مسابقه‌ای که رفتم 5 کیلومتر اولمو یه حرفاییه که شاید اصلا خیلی هم چیز خاصی نباشه، ولی خب روی سخنم با تو ذهنم باش. مرسی خیلی من. بعد 5 کیلومتر با عرس حرف میزنم. عرسم خیلی پسر خوبیه و خیلی هم اون چیزیه که من یه مامان سختگیرم، خیلی سختگیرم، خیلی درس محورم و عرس همیشه اون چیزی که من دوست داشتم و سعی کرده که باشه، نه حالا به خاطر اینکه من دوست داشتم، یعنی حالا یه جایی چرا فشارم آوردم بهش ولی الان دیگه نه، من دیگه نیستم سورن همیشه وای میسه جلوی من، ولی عرس الان داره برای المپیاد فیزیک میخونه، تقریبا شانس اول طلای کشوره، انشالله که شهریور نتیجهشو ببینه. زحمت خیلی میکشه و خیلی پسر خوب و حرف گوش کنیه. 5 کیلومتر با عرس حرف میزنم، 5 کیلومتر هم با سورن دارم دعوا میکنم که تو رو خدا حرفای منو گوش کن. با علی حرف میزنم نه کی نوبته با علی حرف میزنم. به هر حال اگر که علی نبود در کنار من و حامی من نبود توی خیلی از مواقع و منو هل نمیداد، حالا به هر حال من میدونم که یه موقع‌هایی زنگ میزنه با مربیم صحبت میکنه و به اون میگه که به ترمه اینطوری بگو، چون اون یه موقعی لابلای حرفاش میگه علی نگرانته، علی به من گفته اینطوری کن، علی به من گفته ترم شبنم ترمه چی میشه، میدونید. اگر که علی واقعا نبود انقدر حمایت نمیکرد الان شاید من نمیتونستم انقدر راحت بیام اینجا در مورد خاطرات دویدنم صحبت کنم، چون به هر حال زندگی خیلی سختیایی داره به عنوان یه مادر، به عنوان یه همسر که باید یه قانون خانواده‌رم حفظ کنم دیگه، به همه چی برسم. ولی خب علی واقعا در کنار من در کنار علی با هم دیگه تونستیم اینو هندل کنیم و خیلی کمکه برای من، یعنی خیلی به خستگی‌های من اهمیت میده، خیلی به استراحت من اهمیت میده. مثلا یه موقعی میگه بابا بسه، خسته شدی دیگه، بیا بشین. مثلا یه موقعی من 2 که میام تا ساعت 2-3 ساعت بعدش همینطوری با لباس هدبندم رو سرمه دارم تون دور خودم میچرخم. بعد علی دیگه صداش در میاد میگه بابا بسه دیگه، بشین دیگه، یه ذرم تو استراحت کن، یا مثلا مامانتون میخواد بخوابه، مامانتون کار نداشته باشه، یه موقع در اتاقو قفل میکنه که من بخوابم بچه‌ها سراغم نیان. آره تمریناتون سنگینه چطوری؟ توی ماراتون خب فشار روحی هم خب خیلی زیاده، ولی خب خدا رو شکر کنار منه. یعنی امسال برلینم گفت من نمیخوام بدوم، ولی خب واقعا دستش درد نکنه، اومد تو همه تمرینا کنارم بود. یه موقعی با ماشین، یه جاهایی که میدوام با ماشین میاد کنارم، آب میرسونه بهم و همین که هست، میدونید همین که هست به هر حال به فکره. گفتین که روحیه جنگجویی دارین، ولی خب قطعا پیش اومده که مثلا بارها انگیزتون رو از دست دادین، گفتین نمیشه. میخوام بدونم اون لحظات و اون تایما رو چجوری هندل کردین، چی کار کردین که انگیزه برگرد؟ خب اطرافیان بودن دیگه. خب اول از همه که علی بوده. مثلا همین ماراتون امسالی که میخواستم برم واقعا درد داشتم توی لگنم و نمیتونستم، یعنی هر بار که میرفتم تمرین لاکتیک میشدم، مثلا نمیتونستم تمرینم، یه تمرین اینتروال درست نمیتونستم برم. مرداد بود که من به علی گفتم که علی اگر که موافق باشی، تو هم که نمیخوای بدوی، منم نرم، بذارم حالا سال دیگه، هیچ اتفاقی که نیفتاده که چیز نشد. گفت باشه، هر جور که خودت میخوای تصمیم بگیر، همون کارو بکنی. بعد با یکی از دوستامون که هتلمون و بلیتمون اینا رو
اونم رزرو کرده بود، بهش زنگ زدم گفتم اگر که امکانش هست این برنامه ما رو کنسل کنین. گفتش که خب باشه، من صحبت میکنم ببینم میشه مثلا چقدر بعد جریمه بدین. گذشت مثلا 1 ساعت بعدش زد که حالا حتما باید بری رکورد بزنی. این از یه طرف دیگه فکر صحبت شده. گفتم که بهش پیغام دادم که نه. گفت خب یه گروه دارین میره. ما گروهمون واقعا امسال که رفتیم گروه 27 نفره رو شبنم برد برلین. یعنی واقعا دمش گرم. گفت حتما باید بری رکورد بزنی. گفتم که نه. گفت خب برو عشق و حال کن، برو 50مین سالگرد برلین شاید دیگه تکرار نشه که با این همه گروهت بخوای بری بدوی. به نظر من حالا یه ذره دست نگه دار. بعد علی هم اومد گفتش که طبعا من فکرامو کردم، لانگ تو بزن، یه دونه لانگ بزن، اگه شد که شد، اگه نشد باشه کنسلش میکنیم. خب بچه‌ها همه رفتن لواسون دویدن. علی به من گفت اصلا نمیخواد بری با جدا، بیا بریم با شبنم صحبت میکنیم، تو برو جدا، بیا بریم ولایت، منم با دوچرخه میام. 37 کیلومتر کنار من. خب 37 کیلومتر رکاب زدن با در کنار یه نفر خیلی سخته. 8 دور ولایت 37 کیلومتر کنار 37 کیلومتر کنار من رکاب زد. آب و حالا به هر حال ایزوتونیکم و ژلم و همه اینا رو خودش مثلا طبق برنامه‌ای که بعد میداد میومد کنارم میگفت اینو بگیر، اینو بخور. و 37 کیلومتر هم که تموم شد بعد ازم فیلم میگرفت، موقع دویدنم فیلم میگرفت که بعدن خودم ببینم که کج نمید، مثلا گفتم من کج میدوام، من نمیتونم، پام بالا نمیاد. 37 کیلومتر که تموم شد از دوچرخه پیاده شد، بعد منو بغل کرد گفتش که ما برلینمون رو میریم، اشکال نداره هر چی که شد فقط تو میتونی. همش هم صاف دویدی. آره خب میگم اطرافیان خیلی انگیزه بودن. اول از همه خب علی بوده دیگه، به هر حال اون بوده که منو همیشه هر موقعی هم که گفتم نمیشه، نمیخوام، دوست ندارم، خب یه موقعی آدم واقعا از نظر روحی به هم میریزه. ساپورت کرده بله. و شبنم انداخته جون من. خب منم دیگه حرف شنوی هم دارم دیگه. چشم‌انداز رویات. خب به هر حال رویای هر کس دونده اینه که بتونه هر سال هر وقت که میره مسابقه یه رکورد تازه بزنه دیگه. خب منم واقعا رویای اینو دارم که بتونم مثلا 2.50 بیشترم نه ها، ولی دوست دارم، واقعا دوست دارم که یه روزی بتونم 2.50 اگه سنم قد بده. من میتونم. مسابقه هست که دوست داشته باشی بری و تجربه کنی که خب آره خب بالاخره ماراتون لندن رو خیلی دوست دارم برم. شیکاگو اون 6 تایی که اون 6 تا بله اون 6 تا ماراتونی که مدالاش خیلی مهمه. اکثرش هم خیلی دورن. الان که سیدنی هم بهش اضافه شده. دیگه همون سیدنی تو ذهن من. سیدنی هم بهش اضافه شده 7 تا. بیایم برگردیم سر بچه‌هایی که تازه دویدن رو شروع کردن و میخوایم بهشون یه توصیه کنیم. خب خیلی وقت‌ها شده که دخترها به خصوص دخترای جدیدی میان توی گروه ما و حالا مثلا من یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه ما 2 تا خانوم توی گروهمون داریم که واقعا به نظر من اونا الهام بخش هستن. یه نفر هستش که سرطان داشته و جنگیده، الان بعد از 5 سال 2 تا ماراتون اومده با ما دویده و واقعا خیلی قویه، خیلی قویه. نمیدونستم. منم نمیدونستم. یه خانم دیگه داریم که از همسرشون جدا شدن و یه بچه دارن که بچهشون مشکل داره و ایشون هم واقعا به نظر من ایشون هم میتونه یه الگو باشه که با تمام مشکلات که توی جامعه برای یه دونه مادر تنها هست و همچین مشکلی که به هر حال عزیزش جلوی چشمش یه سری مشکلات دیگه هم داره ولی کار میکنه. بغضم گرفت. صبح زود میاد میدوه یا بعد از ظهر از سر کار میاد میدوه با تمام مشکلات. خب پس میشه. من همیشه به این دخترایی که میان مثلا یه موقعی یه سریشون میگن تو الگوی مایی، میگم نه، من الگو نیستم. من فکر میکنم که شما بخواین
هممون توانشو داریم، فقط یه مقدار خواستن است دیگه. حالا یه مقدار فشار داره، سختی داره، ولی دویدنه، حالا هر کس ممکنه ورزش خودشو باشه. من دویدن رو تجربه کردم، بهم انقدر به من لذت میده، انقدر به من انرژی میده، انقدر به من حال خوب میده و به نظر من همه میتونن تجربهش کنن، حتی اونی که ران و واک میکنه. یعنی میدونین که دونده ملزم به این نیستش که همه رو بدوه، یا مثلا یه دونه 42 کیلومتر رو بیاد پشت سر همش رو بدوه. تو اصلا بتونی تموم کنی، بتونی به خط پایان برسی، یعنی این که تو تمام کننده ای. وقتی که خانوما به نظر من این قدرت رو دارن همشون، که مثلا فیزیولوژی بدنشونه که تمام کننده باشن. الگوی خودت کیه؟ اگه بخوای میتونی 2-3 نفر اسم ببری. خب اول از همه خانم ماندانا نوری. من واقعا میگم هم از نظر اخلاقی، شخصیتی، هم به هر حال یه خانومی شاغل هستن، یه مادر هستن، همسر هستن. با تمام همه این مسائل و مشکلاتی که تو جامعه بوده تونسته یه رکوردی رو بذاره که هنوز هیچ کس نتونسته. و خب بعدش شبنم به نظر من یه زن قوی، یه زن کامل. شون هم همسر مربی شاید 60 نفر 70 نفر هستش که همشونو مادرانه کر میکنه. مسیر خاصی توی ایران هست که توش دویدی و دوستش داری؟ توی تهران، توی ایران و اگه کشور دیگه هم هست توی کشور، میشه 3 تا جواب داره. و توی تهران کجا رو دوست داری؟ تو تهران خب ما اونقدر زیاد نداریم جایی که واقعا بشه. خب دریاچه آزادی خوبه، ولی من بیشتر همیشه لانگامو توی ولایت زدم. بیشترین چالشی که با بچه‌ها داشتی؟ با بچه‌های خودم؟ بله، وقتی میدوی و خب نیستی، مامان نیستی. این بیشترین چیزیه که بهم میگن بازم داریم. مثلا اوایل الان نه، الان مثلا من 2-3 روز نمیرم، مثلا مریضم، پسر بزرگم میاد میگه مامان نمیخوای بری بدوی، یه ذره حالت به هم ریخته. خب آدم عصبی میشه بالاخره، احتیاط دیگه. ولی خب اوایل این بودیم، میگم یه گاردی داشتن که همش نیستین، صبح زود میرین. ولی الان خیلی بهتر شده. زیاد بچه‌های از سر این موضوع اذیت کنی نیستن، خدا رو شکر. خیلی بچه‌های خب برای علی چه پیامی دارید؟ علی هم پیام ممنون بابت همیشه هر دوی خیلی خوبی که میرم بهش میگم ممنون بابت همه حمایتاش. خانواده‌تون چی؟ خب ما همه مسابقاتی که من و علی میریم بچه‌ها رو نمیبریم، چون اصولاً توی سال تحصیلیشونه و خب اونجا ما نیستیم. یعنی صبح تا میریم مثلا تمرین میکنیم، یا مثلا به هر حال برنامه‌های گروهی اینطوری داریم، یا موقع مسابقه چون نیستیم همیشه هم برنامه‌مون رو سعی می‌کنیم 4-5 روزه، 2-3 روز قبل از مسابقه، 2 روز بعد از مسابقه هم برمیگردیم، زیاد نمیمونیم ما. خب این وسط پدرم خیلی 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 منو حمایت کردن. همیشه هر 4 باری که من رفتم مسابقه، بنده خدا میان خونه ما با خانومشون و میان و بچه‌هامو واقعا ساپورت میکنن و خیلی خیلی من خیالم راحته. یعنی به هر حال وقتی یه مادر از خونه دوره، یه 2 ساعت 3 ساعت اوکیه، ولی از یه تایمی که میگذره نگرانی‌های خیلی زیادی داره. آخ این چی شد، اون چی شد. ولی واقعا پدرم و خانمشون عین یه پدر و مادر به بچه‌های من رسیدگی میکنن و کمک میکنن. کسی دیگه هم هست که بخواد ازش تشکر کنه؟ خواهرم هم خب به هر حال خیلی کمک کرده همیشه. در مسابقات داخلی صحبتی نکردی، شرکت کردی؟ یه دونه مسابقه کیش رو شرکت کردم که اونم باز یه داستانی داشت. من مادرم سرطان سینه داشتن و من هر سال بعد چکاپ بشم. اون سالی که چکاپ شدم سال 1401 بود. یه توده مشکوکی توی سینم دیدن که حالا ماموگرافی و ام‌آرآی و همه این کارا رو کردم. دکتر نظرش این بود، جراح هم نظرش این بود که من باید نمونه برداری بشم. اسفند ماه بود که
من و علی رفتیم که من نمونه برداری بکنم و خب همون موقع هم بود که پیام مسابقه کیشو گذاشته بود توی آخر اسفند. من 15-16 اسفند رفتم نمونه برداری شدم. جوابشم 10-12 روز طول میکشید تا بیاد دیگه. خب برنامه کیش گذاشته بود علی که بریم کیش، ثبت نام مسابقه هم کرده بودیم، ولی خب من از نظر روحی واقعا حالم اصلا خوب نبود چون خیلی ترسیده بودم و مادرم تو سن 44 سالگی دچار این بیماری شده بود و خب خیلی نزدیک بود سنم و خیلی خیلی واقعا ترسیده بودم. گفتش که اگر که مشکلی نداشتی میریم میدوی، اگه مشکلی داشتی خب نمیدوی دیگه، اصلا چیزی نداره که. شبنم هم بهم گفت اصلا نمیخواد بری، تمرین خاصی هم لازم نداره، 15 کیلومتر خاصی میدوی، نخواستی هم نمیدوی. روز 27 ما پروازمون بود که بریم کیش، فکر کنم 28 مسابقه بود یا 26 مثلا می‌خواستیم بریم. یه روز قبلش جواب من اومد و خب پیک آورد در خونه. پسر بزرگم عرس رفت پایین، جواب منو از پیک گرفته بود و توی آسانسور باز کرده بود، خونده بود. اومد بالا در خونه رو وا کرد، گفت مامان سرطان نداری، مسابقت رو میتونی بدی. و من رفتم مسابقه کیشو 15 کیلومتر کیشو دویدم و اونجا دوم شدم. بعد تابستونش هم رفتیم لندن. اونجا اون تاریخی که ما اونجا بودیم یه مسابقه حالا محلی بود، رسمی نبود، یه 10 کیلومتر بود توی پارکی که من نمیدونستم پارک اینطوریه. شیب پردیسانمونو داشت. اونجا هم علی باز از طریق یکی از دوستام که اونجا زندگی میکرد مسابقه رو پیدا کردن و ثبت نام کردم و رفتم اونجا مسابقه دادم، اونجا هم دوم شدم. اصلا بنای سفر مسابقه است. اصلا ما کلا میریم مسابقه. من میرم رستوران پیدا میکنم میرسن. میگم علی اصلا هر بار که برنامه سفر داریم اولین چیزی که چک میکنه اینه که ببینه اونجا مسابقه چی برگزار میشه. حتی میگم مسابقات محلی یه پارکی بود، ما شمال شرق لندن بودیم، این پارک جنوب غرب لندن بود. ساعت 8 صبح شروع میشد، ما مجبور بودیم ساعت 6 با مترو 3 خط عوض کردیم که برسیم به محل مسابقه. میگم علی همیشه منو هی پوش میکنه، هی میگم با من اومدم مسافرت نمیخوام، حالا چی میشه، چه خبره، مگه کسی مگه هست اونجا، بیا بریم بدو. حالا یه سوال دیگه هم دارم، چون ما خیلی صحبت از ماراتون و سفر و این داستانا کردیم، خب مخاطب ما از همه جنس آدمی هست. فکر می‌کنی برای شروع چه چیزایی نیاز دارن؟ برای دویدن؟ برای شروع، یکی میخواد شروع کنه، چون میدونید همه که تهران نیستن یا همه که دسترسی به این مربیای تهران که ندارن، که به هر حال مثلا خیلی از مخاطبای ما ممکن از یه شهرستان کوچیکی باشن و دوست داشته باشن شروع کنن. اول از همه که الانم خیلی ترند شده. بله خیلی. یکی اولین چیزی که اینه که هستش اینه که علاقه باید داشته باشن، چون به هر حال هر کاری رو شروع کردنش سخته. اینکه تو بخوای 6 صبح 7 صبح از تخت خواب گرم و نرمت بلند شی تو زمستون، یا اینکه تابستون تو گرمای مثلا 30-40 درجه بخوای بری شروع کنی به دویدن، خب سختی این سخته، پس بعد خیلی دوست داشته باشی که این سختی رو بکشی. اول از همه اینه. بعد کفش، یه کفشی که حالا نه حتما کفش خاصی لازم داشته باشه، نه، یه کفشی که مناسب باشه. حالا برندهای مختلفی هست که قیمت‌های مناسبی هم داره. یه اپلیکیشن استراوا، بله اصلا رو گوشیش هم بله هم میگم دیگه، گوشی ساعت هم لازم نداره، اونو بذاره توی جیبشو. ولی میگم اول از همه اینی که دوست داشته باشه، یعنی انگیزه‌ای داشته باشه توی وجودش، از علاقه‌ای داشته باشه که بتونه اون از خب هممون میدونیم دیگه از رخت خواب جدا شدن خیلی سخته. و نکته که جالب بود تو حرفاشون، شاید من اشتباه کنم، شما در حقیقت به این صورت که از 39-40 سالگی شروع کردی، بس دیر نیست هیچ وقت برای شروع کردن. نه همیشه به نظر من وقت هست. این هم به نظر من خودش یه نکته ما الان آقایی بک‌گراند ورزشی خیلی جدی هم نداشتی. اصلا نداشتم. میگم هیچ وقت مثلا باشگاه بدنسازی که به صورت جدی بخوام برم، یا میگم یه تابستون مثلا تنیس میرفتم، اونم تفریحی در حد این، و اسکی، خب اسکی دوست دارم. اسکی رو خیلی دوست داشتم، یعنی زمستونا سعی می‌کردم همیشه اسکی رو برم تا اینکه یه اتفاقی افتاد. ولی نه، بک‌گراند ورزش، یعنی ورزشکار نبودم. آخرین پیامت به دخترایی که میخوان
به نظر من حالا میگم نه تنها دویدن، ولی کاری که دوست دارن و میتونن انجام بدن و به نظر من باید همیشه یه نقطه شروعی هست که اون کاری که دوست دارن رو انجام بدن. هر کاری چالش خودشو داره و خب ورزش نه تنها حالا برای سلامتی جسم خوبه، سلامت روح هم هست دیگه. حالا هر ورزشی که دوست داشته باشن، دویدن که دیگه یه دنیای افتخار دادید، لذت بردید. حالا تمام نشد و هستیم. مرسی، خیلی لطف کردین واقعا که دعوتمون رو قبول کردین. ممنونم ازتون. مرسی از شما، مرسی بابت دعوتتون. واقعا منو به عنوان یه زنی که میتونم شاید یه کلمه حرفی داشته باشم، یه داستانی داشته باشم دعوت کردین و امیدوارم که مفید بوده باشه. عالی بوده قطعا. متشکرم. خیلی اصرار کردید. جماله چرا نمیام؟